ما اینجا یه محوطه بازی میبینیم که پله میخوره میره بالا. اینجا نماز میخوندن. بیاد بالا ببینیم اینجا بهش میگفتن مهتابی مسجد که حاج آقا رضای روحانی، اینی که من یادم اینجا نماز میخوند وقتی قبل از حج الصلا و موقع ماه رمضان هم که میشد جلوی پله وای میسید نگاه میکردی بر میگفت که تاریکی این طرف غلبه پیدا کرد به این ور که آره وقت اذانه چون ساعتی من نمیاد نماز جماعت هم میخوندیم خودم میومدم قبل از حاج آقا رضا آیا مولا محمد پد حج الصلا پد حج آقا رضا اینجا بالا نماز الصلا بوده ولی با سن من نبوده. نماز میخوندن. خب میدونم ببین درسته. شما یادت میاد نمیاد؟ نه نبودم. اون شاید 100 ساله بود. حالا حوضخونه اینجا که نماز رو میگرفتن از آب قنات استفاده می‌کردن. آب معماباد از اینجا که جوبش اینجا معروف بود جوب روشنه. اینجا سرویس به حساب دستشویی روباز داشت. ازش استفاده میکردن. درخت توتی داشت. درسته. اینا رو روش باز میگفتن جوب روشن. درسته. اون طرف که الان در آهنی بهش نصبه. حالا میریم اونجا جوب تاریکه بهش میگفتن. درسته. اونم با این آب اینجا یکی بود ولی اونجا جوب تاریکه معروف بود. اینجا جوب روشن معروف بود. وضوخونه مسجد ببین اینم جوب تاریک روشن خیلی عالیه. حالا وضوخونه مسجد هم همینجا بود. همینجا و همونجا. هر دو تا. آره چون از آب چی استفاده می‌کردن. بودم قدیمی شده. از آب من خراب نکردن تا حالا هم هست. از آب قنات استفاده می‌کردن. قنات؟ آره. قنات کجا؟ قنات معماباد. آره. حتی اونجا رو یادم میاد که یه دفعه بچه بودم روز ختم حسینیه آقا عباس حالت غش داشت. یه دفعه این ولد بنا کرد سرخ شد و یه خودی زمین زد بودو راه شد و اومد رفت توی جوب تاریکی. همه جا اونم ردش دویدن منم بچه بودم دویدیم. هیچ که جرأت نمی‌کرد از جوب بره پایین. وقت این مادرگشته رو جنیا بهش میزدن شیون میکرد نه خدا. در ورودی جوبی هستیم در زیر مسجد ابواللؤلؤ بیتگل به نام جوب تاریکه. جوب تاریکه که روزگاری مردم برای شستشوی رخت و لباس و طهارت و وضو از این آب قنات جوب استفاده می‌کردند. چیزی در حدود تقریباً 30 تا پله میخوره میاد پایین. در اینجا یه تقریبا حالت اتاقه کی میبینیم. آقای سفاری تشریف بیارید پایین. اینجا چی بوده؟ نور بنداز. خب بفرمایید. ببین اینجا شواهد ببینیم چیه اجاقی. اینجا دستشویی بوده. اینجا توالت بوده. خب کودش میموده اینجا. کود اینجایی که الان نایستن کود میومده اینجا. خب پس بنابراین کود تا از اینجا به میدادن بالا. از اینجا میدادن بالا میبردن صحرا. با الاغ میبردن صحرا. یعنی من الان تو چاق اهری استادم در حقیقت. یک گودل میکنید. خب اینجا چی بوده؟ اینجا هم راهی به بالا داشته به نظر شما؟ نه. به نظر میاد راهی به بالا داشته. راه به بالا داشته. این بادگیری چیزی بوده. خب بادگیری چیزا مثلا خیلی بالا. پس توالت اینجا بوده. برای طهارت می اومدن اینجا و برای وضو از اینجا می اومدن میرفتن داخل حوضی که جوب آب بوده. آره. خب بیاید پایین ببینیم چی کار خواهیم کرد. هر شود به خدمت شما که اینجا جوب آب هست که جوب آب یک قنات جنوبی داره. قنات جنوبی از کوچه جنوب مسجد میاد. یه حیوانی هم به نظر میاد اینجا افتاده مثل دایناسور میمونه تقریبا.
من نمیدونم این دیگه چه موجودی هست، دندونای تیزی داره، اسکلتش مونده دیگه. هر شود که ما الان در داخل قنات هستم. وقتی میرسیم به قسمت مسجد، اینجا یه پایه تقریبا 1.5 متر در 1.5 متر شروع میشه میاد بالا بر زیر تقریبا این دستکنی که از قرص هست قرار میگیره، استحکام این جوب بوده. بعد اینجا یه تقریبا چاهی بوده از بالا میومده پایین. درسته؟ خب اجازه بده. قنات ادامه داشته، از اینجا وارد جوب می شده، حالا حوض وارد حوض می شده. دور حوض تختگاه یا در اصطلاح ساحل بوده و آب اینجا جاری می شده. می اومدن اینجا لباس می شستن، اینجا می اومدن لباس می شستن، طهارت می گرفتن، غسل می کردن و می رفتن برای نماز و عبادت به مسجد. و بعد آب از اینجا وارد این کوره می شده و از زیر مسجد می رفته. این جوب قنات کدوم دشت بوده آقای سفاری؟ آقای مصیب اینده معبود اینجا مال معبابات بوده. دیگه معبوده. حالا بفرما بگو. تکرار بریم. من میرم. مادر باشه که جونو توش نه هیچی توش نیست. پر شده. زن کردن اینو. خیلی طولانی. حالا با خود خدا بیرون گئی. اگه فقط